سلام دوستان، من امیرم و اینجا راشن فرندلی. امیدوارم حالتون خوب باشه. موضوع امروز ما در مورد لیچنی میستیمینیا یا همون ضمیرهای شخصیه. معمولا در زبان فارسی ضمیر به کلمه‌ای گفته میشه که جایگزین اسم میشه. مثلا علی آمد، او معلم است. اما توی دستور زبان روسی ضمیر داستانش یکم فرق داره و همین باعث شده که موضوع ضمیر موضوع پیچیده‌ای بشه و زیر عنوانهای مختلفی رو به خودش اختصاص بده. امروز ما در مورد پرکاربردترین این ضمیرها با هم دیگه صحبت میکنیم. بریم سراغ آموزش. این تعریفی که ما برای ضمیرها توی زبان فارسی داریم شبیه به دسته ای از ضمیرها توی زبان روسیه که بهشون میگیم لیچنی میستیمینیا یا همون ضمایر شخصی. ضمیر رو میتونیم جایگزین اسمهای جاندار یا بیجان بکنیم و این ضمایر صرف میشن و میتونن توی هر 6 تا پادش برن. و اضافه کنم که ضمایر با توجه به اینکه جایگزین اسم جاندار شدن یا بیجان میتونن به سوالات کتو و شتو جواب بدن. توی این اسلاید میخوایم ضمایر شخصی رو توی پاداش اول، یعنی همون پاداش نهادی یا ایمینیت لیپادیش، با هم دیگه یاد بگیریم. ضمیر اول ما ضمیر یا هست، یعنی من، اول شخص مفرد هست. ضمیر دوم ضمیر تی، دوم شخص مفرد به معنای تو. و برای سوم شخص مفرد ما سه تا ضمیر، یعنی سه تا کلمه داریم که با توجه به اینکه اسم مرجع، یعنی همون اسمی که ضمیر بهش برمیگرده، چه جنسی داشته باشه، مذکر باشه، مؤنث باشه یا خنثی باشه، به ترتیب از اون برای مذکرها، آنا برای خنثی‌ها و آنا برای مؤنث‌ها و آنو برای خنثی‌ها استفاده می‌کنیم. به تلفظ آنا خیلی دقت کنید که به شکل آنا تلفظ نشه. اول شخص جمع ضمیر موی به معنای ما و دوم شخص جمع ضمیر وی به معنای شما و سوم شخص جمع ضمیر آنی به معنای آنها هستش. ما حالا با توجه به اینکه ما سه تا جنس داریم توی روسی، ولی برای اول شخص مفرد و دوم شخص مفرد ما کلا یه دونه ضمیر داریم، یک دونه کلمه داریم و باید حواسمون باشه از اونجایی که ضمیر داره جنسیت خودش رو از اسم مرجع میگیره، اگر اسم مؤنث باشه و ما از ضمیر یا استفاده کنیم، مثلا یک دختر بیاد بگه یا، اون موقع گزاره ما و اون فعل ما باید جنسیت مؤنث داشته باشه. یعنی اگر یک فعلی در زمان گذشته بخواد بیاد، باید اون فعل به شکل مؤنث بیاد و ضمیر تی هم دقیقاً به همین شکل هست. یه نکته دیگه ای که باید اینجا اضافه کنم اینه که از اونجایی که ما در شمار جمع جنسیت نداریم، پس این نکته برای ضمایر موی، وی و آنی صدق نمیکنه. در مورد ضمیر وی هم من باید اضافه کنم که این ضمیر میتونه برای یک یا چند نفر استفاده بشه به نشانه احترام، اما اگر برای یک نفر استفاده بشه باید از حرف بزرگ برای نوشتن و استفاده کنیم و اینکه در هر صورت چه برای یک نفر باشه چه برای چند نفر باشه باید فعل، یعنی همون گزارش رو به شکل جمع بیاریم. با هم دیگه چند تا مثال رو ببینیم که توش از ضمیرهای شخصی در پاداش اول، یعنی ایمینیت پاداش استفاده شده. خب مثال اول: اتا یا آندری، این من هستم آندری. دوم: اتا تی ایگور، این تو هستی ایگور. اینجا باز داره دوم شخص مفرد رو خطاب قرار میده. اتا اون سرگی، این او هست سرگی. اتا انا سونیا، این اوی مؤنث است سونیا. حالا میشه مثلا تصور کرد که اینا دارن با هم دیگه یک عکس رو نگاه میکنن. اتا نو ناش فوتا، این اونه، عکس ماست. اتا می آندری ای آنا، این ما هستیم آندری و آنا. اتا وی سرگی ای آنا، این شما هستید سرگی و آنا. اتا نی سرگی ای سونیا،
این آنها هستند، سرگئی و اما ضمیرهای شخصی توی بقیه پاداش ها رو بیاید با هم دیگه بررسی کنیم. از پاداش دوم شروع میکنیم. این ساختاری که اینجا داریم میبینیم، این ساختار اون کاوبوی است، اومینیایی است، ساختار بیان مالکیته و ضمیری که بعد از حرف اضافه او استفاده میشه باید بره توی پاداش دو. پس ضمیرهایی که اینجا ما میبینیم همگی توی پاداش دوم هستن. خب اومینیایی است، اینجا میفهمیم که ضمیر یا بوده، توی پاداش دو شده مینیا. پس ضمیر یا توی پاداش دوم میشه مینیا. اومینیایی است اینتریسنا کniga، من کتاب جالب یا کتاب خوندنی دارم. ضمیر تی توی پاداش دوم میشه تیبیا. او تیبیا است اینتریسنا کniga، تو کتاب جالبی داری. برای ضمایر اون و آنو ما توی هر پاداژی به غیر پاداژ اول کلا یک حالت داریم. اینجا هم داریم میبینیم تو پاداژ دوم به این حالت، به حالت یوو در میاد. اون یوو است اینتریسنا کniga، اوی مذکر یا اوی خنثی کتاب جالبی داره. خب اینجا معمولا مذکر در نظر گرفته میشه چون که خب مالک جان داره. بعد اینکه جریان این حرف اینی که اینجا اومده چیه؟ ضمیرهای اون، آنا، آنو و آنی توی بقیه پاداش ها، یعنی هر پاداشی به غیر از پاداش اول اگر بیان و اگر بعد از هر حرف اضافه بیان باید یک همخوان ان رو بهشون بچسبونیم. دلیل این حرفی که اینجا چسبیده هم همین هست. بعد ضمیر آنا توی پاداش دو میشه یو، به همون دلیل باز ان اضافه شده. اونیو است اینتریسنا کniga، اوی مؤنث کتاب جالبی داره. اوناس ضمیر نی توی پاداش دو میشه ناس. اوناس است اینتریسنا کniga، ما کتاب های جالبی داریم. ضمیر وی توی پاداش دو میشه واس. اوواس است اینتریسنا کniga، شما کتاب های جالبی دارید. و ضمیر آنی توی پاداش دوم میشه ایخ. اونیخ است اینتریسنا کniga، آنها کتاب های جالبی دارن. حالا این ضمیرها رو با هم دیگه توی پاداش سوم یعنی داتلنی پادیش یا پاداش دهشی بررسی کنیم. فعل دات فعلیه که بعد از خودش پاداش سوم نیاز داره. ضمیر یا توی این جمله شده نیه، پس میفهمیم که یا در پاداش سوم میشه نیه. سیسترا دایود نیه کnigu، کتاب خواهر کتاب به من میدهد. برات دایود تیبی کnigu، برادر به تو کتاب میدهد. که اینجا میفهمیم که ضمیر تی توی پاداش سه شده تیبیه. سونیا دایود ایمو اینتریسنا کnigu، سونیا به اون فرد مذکر یک کتاب جالب میدهد. خب اینجا میفهمیم که اون میشه لیمو. و اینکه همونجوری که گفتم آنو هم باز شبیه به اون صرف میشه. اونیو است اینتریسنا کniga، اینجا میفهمیم که آنا به یو تبدیل میشه و طبق همون حالا قاعده‌ای که گفتم اسخای میکنم اینجا یا اشتباه شده، این اصلا برای پاداش دومه. خب اون دایود نام اینتریسنا کniga، او مذکر به ما کتاب های جالبی میدهد. اینجا او در پاداش اون در پاداش اوله و نام ضمیر نام ضمیر نی بوده که الان به پاداش سوم رفته. آنتون دایود وام کnigi، آنتون به شما کتاب هایی میدهد. وام هم ضمیر وی بوده که به وام تبدیل شده تو پاداش سوم. یا پاداریو ایم اینتریسنا کnigi، من به آنها کتاب های جالبی هدیه میدهم. فعل هدیه دادن هم بعد از خودش به پاداش سه نیاز داره. ضمیر آنی به ایم تبدیل شده. ضمیر آنا، حالا ما اینجا چون جمله نداشتیم بنویسم، آنا توی پاداش سوم به یی تبدیل میشه. و اما ضمایر شخصی توی پاداش چهارم، اینجا فعل جدات رو داریم به معنای
منتظر موندن که بعد از خودش به پادیژ چهارم نیاز داره. پس اینجا ضمیر یا به مینیا تبدیل شده چون که بعد از این فعل اومده و مینیا ضمیر یا توی پادیژ چهارم به این شکل تغییر میکنه. ضمیر تی توی پادیژ چهارم به این شکل تغییر میکنه. سرگئی ждет тебя на остановке. سرگئی توی ایستگاه اتوبوس منتظر توه. بعد سرگئی ждет его на остановке. ضمیر اون توی پادیژ چهارم به این شکل تغییر میکنه میشه его. سرگئی ждет ее на остановке. سرگئی منتظر اوی مؤنث توی ایستگاه اتوبوس. و سرگئی ждет нас ضمیر می به این شکل تغییر میکنه. я жду вас ضمیر وی به این شکل تغییر میکنه و я жду их на остановке. آنی به ایخ تبدیل میشه در پادیژ چهارم. بریم سراغ این ضمایر توی پادیژ پنجم. توی جمله‌ای که اینجا داریم سرگئی گولیت سامنوی، فعل گولیت یعنی گردش کردن، قدم زدن، حرف اضافه سه بعدش میاد یعنی با چه کسی. و حرف اضافه سه میتونه حرف اضافه پادیژ پنجم باشه و حالا به این دلیل اینجا ضمیر یا میره پادیژ پنجم و میشه نوی و یعنی سرگئی با من قدم میزنه. سرگئی часто гуляет с тобой. سرگئی اغلب با تو قدم میزنه. اینجا ضمیر تی به تابوی تبدیل شده. سونیا часто гуляет с ним. اینجا ضمیر اون یا آنو به ایم تبدیل شده که حالا به همون دلیلی گفتم حرف نه هم بهش چسبیده. بعد ضمیر آنا به یی تبدیل میشه توی پادیژ پنجم. بعد سرگئی часто гуляет с нами. سرگئی اغلب با ما گردش میکنه. اینجا ضمیر می به نامی تبدیل شده. я часто гуляю с вами. ضمیر وی رو میبینیم که به وامی تبدیل شده توی پادیژ پنجم. و я иногда гуляю с ними. من گاهی اوقات با آنها گردش میکنم. و اینجا ضمیر آنی رو میبینیم که به ایمی تبدیل شده و به همون دلیلی که گفتم همخوان ان چسبیده قبلش. خب با هم دیگه بریم این ضمیرها رو توی предложный падеж یعنی پادیژ ششم هم ببینیم. اون inogda вспоминает обо мне یعنی به یاد کسی بودن فعل وسپامینات بعد خودش حرف اضافه او رو میخواد که حالا قبل از ضمیر یا توی پادیژ 6 یعنی که قبل از نیه فعل حرف اضافه او به شکل او بو نوشته میشه، آبا خونده میشه. ضمیر یا توی پادیژ ششم به نیه تغییر میکنه و اون به یاد من هست، گاهی اوقات به یاد من هست. سرگئی часто думает о тебе. سرگئی اغلب به تو فکر میکنه. فکر کردن هم باز حرف اضافه او رو میخواد یعنی به چه کسی فکر کردن، در مورد چه کسی فکر کردن. ضمیر تی به تیبیه تغییر میکنه توی پادیژ ششم بعد از حرف اضافه او. سرگئی часто вспоминает о нас. سرگئی اغلب به یاد ما هست. ضمیر می به ناس تغییر شکل میده توی پادیژ ششم. سونیا часто вспоминает о нем. سونیا اغلب به یاد اوی مذکر هست. به یوم تغییر میکنه که حالا باز نیم توی اغلب کتاب‌های آموزشی میتونید فقط نیوم رو ببینید یعنی یه جوری میگن انگار اصلا تغییر میکنه و به این ضمیر تبدیل میشه. سرگئی часто думает о ней. سرگئی اغلب به اوی مؤنث فکر میکنه. آنا به یی تغییر شکل پیدا میکنه. я часто вспоминаю о вас. ضمیر وی هم به واس تغییر پیدا میکنه. я часто вспоминаю о них. من اغلب به یاد اونها هستم. ضمیر آنی هم به ایخ تغییر شکل میده که به همون دلیل باز حرف ان قبلش اومده. خب دوستان به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره.
من به تک تک سوالاتتون توی کامنت ها جواب میدم. میتونید ما رو توی پلتفرم های داخلی و تلگرام و اینستاگرام هم دنبال کنید. اونجا هر روز کلی نکته آموزشی براتون میذارم و PDF های آموزشی رو هم میتونید اونجا دانلود کنید و ویدیوی مربوط به حل تمرین ضمیرهای شخصی رو هم حتما ببینید، خیلی به دردتون میخوره. اونجا کلی نکته هست که باید یاد بگیرید.